کنفرانس سوم بین المللی سطحی بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تاجیکستان را همچون کشور تشبثکار در حل مسئله های آب و اقلیم در سرخط خبرهای جهانی گذاشت. در دایره کنفرانس با هدف تأمین نمودن رشد ساحه صنعت و نائل شدن به هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور روزهای 10 تا 13 ایون نمایشگاه صنعتی تاجیکستان برگزار می‌گردد. زیاده از 100 کارخانه صنعتی مال و محصولات خود را پیشکش مهمانان این فرم کردند که این اقتدارهای صنعتی جمهوری تاجیکستان را به اشتراک کنندگان و به جهانیان پیش بینی می نماید. یعنی جمهوری تاجیکستان دارای امکانیت‌های وسیع استحصال محصولات صنعتی می باشد. کارخانه ما با استحصال کنسروهای میوه و سبزیجات اینچنین آب‌های تشنشکن مشغول بوده. امروز ما در یکی از نمایشگاه بهترین جمهوری مال و محصولات خود را به نمایش گذاشتیم. ما می توانیم که بازار داخلی خود را با محصولات وطنی تامین نموده. اینچنین امروز که مهمانان از خارج کشور حضور پذیرفتند ما می توانیم با صاحبکاران خارجی رابطه پیدا نموده مال و محصولات خود را به خارج کشور صادرات نماییم. روز اول نمایشگاه با جلب کارخانه‌های خرد و بزرگ استحصال صورت گرفت که در آن نمایندگان شرکت‌های نساجی، صنعت سبک، صنعت ماشینسازی، صنعت کوهی، کندنی‌های فایده‌ناک، انرژتیکا، تکنولوژی اطلاعاتی، کشاورزی و غیره مال و محصولات خود را معرفی کردند. متال‌های رنگا، اشیاء خام آلومینی و محصولات از آن تیار شونده، تجهیزات حربی مدافعی، تکنولوژی‌های اینوواسیونی، تجهیزات برقی، مصالح ساختمانی، سنگ‌های آرایشی، فرش و سقف‌های گوناگون، اینچنین مواد داروباری از جمله محصولاتی بود که در نمایشگاه به معرض گذاشته شده هر کدام دارای صفت بلند و در بازار بین‌المللی رقابت پذیر می‌باشند. در نمایشگاه امروزه در برابر تنگه‌های جشنی و خاطره‌ای اینچنین سبیکه‌های طلایی بانک ملی تاجیکستان به نمایش و به فروش گذاشته شده‌اند که سالهای اخیر از جانب بانک ملی تاجیکستان توسط تشکیلات‌های قرضی خود بانک ملی تاجیکستان و در فرودگاه بین المللی آزاد به فروش گذاشته شدند. جمعیت ما نیز محصولات خود را به معرض تماشا گذاشت. محصولات ما از نمادهای گوناگون سیمنت، گچ کارتون، سقف‌های گچی، پروفیل‌ها و خوکه‌های ساختمانی عبارت می‌باشد. نمایشگاه صنعتی تاجیکستان که در دایره کنفرانس سوم بین المللی سطحی بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می‌شود. در آن ذخیره‌های آبی تاجیکستان نیز به هیئت مهمانان معرفی کرده شد. گوشه‌های الهیده نمایشگاه را شرشره که دارای حرکت و نوشتجات جالب است زینت خاصه بخشید و توجه دلخواه نفر را جلب می‌نمود. در گوشه الهیده ذخیره‌های گیدروانرژتیکی تاجیکستان معرفی شده هیئت مهمانان از روند کارهای بنیادی در نیروگاه برق آبی روغون به طور مجازی بازدید کردند. اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی روغون با جلب شماره ضروری تکنیک‌های مقتدر صحوی از جانب متخصصان دارای تجربه بلند کسبی به طور شبانه روزی جریان دارد. برگزاری این کنفرانس نفوذ تاجیکستان را میان دیگر کشورها باز هم بالا می‌بردارد. البته امروز کشور آفتابی و بهشت آسا تاجیکستان را تحت راهبری امامعلی رحمان همچون دولت میشناسند که در سمت حل مشکلات آب و اقلیم خیلی پیشرفت است و همگان از تشبث‌های سطح جهانی آن پشتیبانی و هم‌آوازی می‌کنند. خیلی خوب است که در دایره کنفرانس سوم بین المللی سطحی بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 هیئت اشتراکچیان می توانند از امکانیت‌های صنعتی تاجیکستان نیز شناس شوند و البته این می تواند به نفع جانب‌ها صورت گیرد و در رشد صنعت همچنین در صادرات مال و محصولات تاجیکستان به دیگر کشورها نقشی خیلی مهم گذارد. در نمایشگاه محصولات صنعت سبک و پیله، متاح‌های ابریشمی، اطلس و ادرس و چکن، قالین‌های دستی، کنده‌کاری و دیگر هنرهای مردمی بر نمایش گذاشته شد که از صنعت هنرمندی ملت تاجیک و توجه به رشد همه‌جانبه آن در کشور گواهی می‌دهد. گفته شد که طی سال‌های اخیر در تاجیکستان به هنرهای قدیمی مردمی توجه مخصوص ظاهر شده، نتیجه آن را می‌توان در احیا و رشد همه نمود هنرهای مردمی ارزیابی نمود که امروز در عرصه بین
байналмилалӣ ҳамчун ҳунари нодир шинохта мешаванд. Дар намоишгоҳ ҳамчунин маҳсулоти саноати хӯрокворӣ низ муаррифӣ шуда ширкатҳои истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ, маҳсулоти ширӣ, меваҳои хушки ба таври замонавӣ ва мутобиқ ба стандарти байналмилалӣ бандубастшуда, консерва ва афшураи меваю сабзавот, равғани растанӣ, орд ва маҳсулоти аз он тайёршаванда, обҳои ташнашикан, маҳсулоти қаннодӣ ва ғайра ба намоиш гузошта шуданд. Масъулин ҳадаф аз ташкилу роҳандозӣ намудани намоишгоҳро муаррифии маҳсулоти корхонаҳои саноатии Тоҷикистон ба меҳмонони конфронси оби Душанбе ва ба ин васила тақвият бахшидани ҳамкорӣ бо кишварҳои иштирокдор арзёбӣ карданд.